و تو را گفتم دنبالی من نیو گفتم گوش نکردی. عاقبت همین شد. اگر اجازت میدادی این خیل نمیشد. ما را تعقیب کردی، سبب مرگ او شدی. از روی تو شد، از روی تو شد، از روی تو شد. شیرین خواهش میکنم با من کمک بکن فریده. ایست، صبر کن، من به تو کمک میکنم. ایست. نباید خانم از فریده خبری آمد و من زنگ بزنم. خواطر نباش. خواهش میکنم مرا بی خبر نگذار. خانم جان سلامت باشی. جانکنی من آمدند. خوش آمدید. او چند در خونه است؟ نه پسرم. کنی من هم بر آمدنی بودم. کنی بابا کنی زود دستایتان رو شوید و با بالا برید. لباسایتان رو عوض کنید. نباید خانم. یک لحظه. عجوزه در یک جا قرار نمیشیند. با محکم بودنش باور نکن. احتیاط بکن. تو با من باور بکن. براحت باش. مگر من ساده هستم؟ مایلش. کی قرار نمیستد؟ خانم کی را میگوید؟ مگر نمیدونید؟ سخنی بسیار میگوید. کودک ها را نگاه بکن، مادرشان رفت. باز به تپه ها نبرایند. یا توبه. فریده با من کمک بکن. مرا ترک نکن فریده. فریده فریده التجا میکنم با من کمک بکن. آرام شو فریده. دست درست کن. طاقت کرده نمیتوانم. کمی دیگه. فریده کمی دیگه. دستت رو داشتم. تو را ترک نمیکنم. فریده طاقت کرده نمیتوانم. میافتم. مرا ترک نکن فریده. مرا ترک نکن. سر نمیدهم تو را. سر نمیدهم. فریده این چه آواز است؟ من از کجا دانم؟ شاید کودک ها بازی دارند. دخترم چیگر باشد؟ فریده حرکت بکن. پایت رو در یکانجا گذاری. زودتر. فریده دستانم را رخ کردم. التجا میکنم. شیرین تو هم محکوم. زودتر. فریده دست ما رخ کردی. گرداشتن نمیتوانم. فریده مرا ترک نکن. فریده قوتم تمام شد. دیگه طاقت کرده نمیتوانم. قوتم تمام شد. شیرین خودت رو با دست گیر. خواهش میکنم دستم رو سخت دار. طاقت کن. کمک کنه. فریده سر نده. فریده شیرین نکن که این رینتم بسته است. نمیدونم. شاید بی بیام
را به قهر آورده باشد. او همو را محکم کرده است. خوب شده است. همین خیلی عذاب رو ببیند. کنی زود سر دسترخوان شینید. اشتهای تام. چی شد که میخندید؟ هیچ. کنی شور بایتان رو خورید کنی؟ شیرین نمیر خواهش میکنم. نمیر زنده است. زنده است. زود باشد یاری دهید. یکان کس است. امیریست و فریده اونجاست. فریده شرف زود باش. کمکم کن. چی شد؟ شیرین از جری هفتی. چی؟ افتید؟ انا در اونجاست. خدایا تو چی کار میکنی؟ زود به پایان می رویم. ای دختر، تو هم بازی رو ویران میکنی. امشب جشن عالی جناب میکنیم. بهترین استراحت رو میکنی. خبردار کنم. مراد بس کن. به این هم اومده نمیتوانم گفته طبعم خیره شده است. اگر این طور باشد در خونه نشسته چیکار میکنی؟ با پدرت زنگ زن بگو که امشب در خونه اویشه میمونم. میلش؟ ها شد میگویم. البته گفتنش آسان است. تو پدرم رو نمیشناسی. اگر شبهه بکنه دیگر مرا هرگز به خونه اویشه رفتن اجازه نمیدهد. من همینجا فرایم. به خانه نزدیکتر مشو. آدمانی پدرم تو رو نبینند. امشب دختری خوب شوم پگووا میخوریم. میلش جانم. میلش مرحبا. تشکر. روی سفید. امیر بیا با یگان دهه نزدیک رویم. زود به بیمارخانه بردن در کار. در بیمارخانه میده کاری کرده نمی شود. بیهوده وقت را از دست می دهیم. به مرکز نزدیکترین میبریم. به یگان بیمارخانه کلان می رویم. فریده چیکار شد که این زن از جری افتید؟ به استانبول میرفتیم. خواستم با تو روبرو کنم. حقیقت رو نقل کند. شوهرش منیه شد. جنگ کردیم. کمک کردن خواستم. طاقت کردن نتوانست. خواستم یاری دهم. قوتم نرسید. بچه‌م آمدن. امکان بوده است. چی شد؟ امکان رو دیده خورسند نشدی؟ خوش آمده پسرم. سلام. خوش آمده پسرم. نشین. خوش باشید پدرم. شین پسرم با تو شوربا بردارم. کنی تو چی خیل هستی؟ خوبم آمک جون. خانم پینار در خونه نیست مگر؟ او چرا با ما نمیخوره؟ خورده نمیتواند. دست و دهانش محکم است. این کودک چی میگوید؟
به گپای او اهمیت نده. او کودک است. پس دعوت کن خورا خورد. خوریشم گیر پسرم. پس دعوت کن خورا خورد. دلش به حضور شده ایستاده است. به این هم روزی در روز خواب رفت. گرسنه که من خسته می آید. مادامی که بیمار است من رفته میبینم. آقای خریدین، آخر من با او گفتم. پدر جان. مینا چرا گفتی؟ منوشی. احوال بیمار وزنین است. ما کمک اولین را کردیم، لیکن شرایط بیمارخانه بسندگی نمی کند. در حال به بیمارخانه کلانترین باید برد. نباشد در حال ببریم. با ماشین شما نمی شود. ماشین یاری تجیلی آماده کردیم. شما از دنبالش می روید. شیرین رفتیم ینگه. پدر شاید خسته شده خواب کرده باشد. بهترش ناراحت نکنیم. کنار خدایا دست پایش را کشوه. زودتر کشوه. اینها مرا میکشند. خواهش میکنم مرا از دست اینها نجادید. هر دو اینها دیوانه شدند. کاری رفت از اینجا. مگر از روی توی ینگه هم از خانه نرفت. بزار شدیم از این کس. پدر بزار شده. دیگه نمیخوام که این کس داری خانه کم شد از اینجا. بس هست. خاموش شوه. آقای خردی میخوام با شما یک چند چیز رو بگویم. گپ میزنی. همش رو گپ میزنی. یاشار دستش را کشو و بعد با پایان فرایید. حالا میبینید این کاری کردهتان رو از پاچک بینیتان کشیده میگیرم. همه کارهایتان رو با آقای خریدین میگویم. با من گوش کن. اگر بگویی که خانه رو غالب گرفته است، من هم میگویم که با آن آدم یک جا کار کرده. مردی که به دری خانه آمده بود برای گرفتن قرضش آمده بود. همش رو میگویم. همش رو میگویم. بندها را کشا. آقای خریدین انتظار نشوند. میدونی که بعضی کارها رو باید بگویم. گوش کن مرا. تو میمون در نظرم شوم شده ای. دهانت را کشایی. قسم یاد میکنم که خودم تو را میکشم. من چیزی ندارم که از دست دهم و به جان و دل گفته به زندان میروم. دف شو اکنون. خانم چیکار کردید؟ در زیر این بم چگونه جسارت کردید نفری که خود را در خانه ما پناه کرده است؟ چگونه این رفتار را روا میبینید؟ مگر این انسانگری است؟ این رو با یاسین و آمینه چخیل میفهمونی؟ تو به نبیره هایت چگونه نمونه میشوی؟ باره هم با عقلت عملهایت را فکر نمیکنی؟ پدر مادرم را گناهگار نکنید. او گناهی ندارد. این فکری من بود. من کردم. من محکم کردم پینا را. عملی که به تو زیب دارد. حیف بر تو بادا. مقصدت چی بود؟ پدر من دیگر نمیخواهم این زن در خانه ما باشد. هر وقتی که او را میبینم احوال ینگم و کودک ها پیش چشمم میآید. برای چی ایستادن او را اینقدر طرفداری میکنید نمیفهمم. به نگاه کنی آن اهمیت پدر به همه معلوم است که این زن نسبت ما یگان فکری خوب ندارد. این زن از پس ما همه کار را میکند. ما هم رفتاری او را دیدیم. پدر چرا نمیفهمید؟ یاشار مرا با سخن ندارد. حامله دار است. حالا کودکی که تولد می شود نبیره ما است. میفهمی؟ مادر شدنش رو با این نوبت نگیریم. هم کودکی بیگناه رو باید که صاحبی کنیم. در دنیای درونش چی است من نمیدانم. خدا میداند.
تا عیب معین نگردد. همه کس بیگناه است. اول دلیل پس آن عیبدار کنی. نفری رو تهمت کردن آسان است. شرف فریده رو عیبدار کرد. دیدی عاقبتش به چی آورده رساند؟ آقای خیریدی، از بستن در خونه محکم کردنی من دیدم موضوعهای مهمتری است. باید در این موضوع صحبت بکنیم. صحبت بکنیم. مسئله چی است؟ روشن بگو. پسرم در کجایی؟ در بیمارخانه؟ برای چی؟ شد فهمیدم. حاضر با پدرم میگویم. چی میگوید؟ همسر مرده که فریده رو ربوده بود وزنین شده است. به بیمارخانه بردند. جراحی میکنند. بیایید رویم پدر نباشد. تو نمیروی. اینجا نشسته من رو انتظار میشوی. فکر نکنید که موضوع محکم شده است. من از بیمارخانه برگردم ساعت چندی که باشد این موضوع بررسی میگردد. در حال نفسی آزاد نکشید. پدر جانم رو شنیدید؟ صحبت به آخر نرسیده است گفت. گوش کن میمون. پدرم را پدر مگو وگرنه از دستم بلای سر میزند. مادر من میروم وگرنه این زن از دستم میمورد. مرا قاتل میکند. پسرم یشر پدرت انتظار شو گفت. خانه آید و تو را نبینه جنگ کند کردن گیرد. راه دید. خواهش میکنم. به این طرف. خب یک طرف استید. زودتر. کنی بردار. میخیل. شما همینجا بیمانید. گرسنه ماندم. نیشه؟ او پسر کی بود که از ماشینش فرامدی؟ رفیقم؟ پدرت رفیقت رو میشناسد؟ میداند که شما وا میخورید؟ نمیدونم. شرط است که بداند. هیچ گپ ندارد. در کدام عصر زندگی داریم؟ شما چه اینقدر مرا بازپرسی دارید؟ نمیدونم، اما میخواهی که پدرت بپرسد. آها، چه گفتنی هستید؟ مرا تهدید کرده ایستاده‌اید. یگان کمبودی است؟ نه، یگان کمبودی نیست. مرحمت شینید، من خوراک میارم. خانم جانان، دخترتان خوب است؟ کمی هم باشد به خود آمد؟ نه، خوب نشده است. اکنون نزد همسری مردی که ربوده بود و همون جا رفت به عاده پذیر. یعنی در آن خانه حادثه ها زیادند؟ افسوس، دخترم سرگردان است. گرچنده که شرف و امیر دنبالش رفتند، هنوز فریده رو نیافتند. فهمم. راستی
غمگین شدم. خانم جانان اگر احتیاج به کمک داشته باشید بی ممانعت بگویید. آقای میتحت سلامت باشید. ببین هم شما نمی بودید من چیکار میکردم. در این حیات تنها شما دستگیریم کردید. من خوراک را بیارم. янга дигар гирья накунед. خودتون رو عذاب ندهید. امیر خیلی غمگینم. هم برای شیرین و هم برای خودم. اگر از روی من بمیرد دخترش یتیم ماند. از عذاب وجدان نجات یافته نمیتوانم. اگر او را با شرف روبرو نکنم دیگر هرگز به بیگناه بودنم باور نمیکند. янга آنچه که به سر شیرین آمد شما گناهکار نیستید. بین هم برای اثبات کردن ناموستان احتیاج به شاهد نداریم. سخن هیچ کس به مثل سخن شما در نزد ما درست‌تر و قوی‌تر نیست. شرف مثل تو فکر نمی کند. شاید او مرا باور نکند. گوش کنید янга. باوری دارم که اکم هم مثل من فکر میکند. مرا باور بکنید. ربودن شما هفته ها هست که حادثه های پای در پای او را خیلی خسته کرده است. لیکن کمی آروم شود. اون چی فکر کرده است به همش پشیمان می شود. янга از این مطمئنم. янга غمگین نشوید. بیهوده خودتان را عذاب ندهید. گریه نکنید. کمیسرم ما تیاریم. همه آماده است. گروه برای گذرانیدن عملیات انتظاری خبر است. امیر کمیسر هم تشریف آوردن. عملیات رو آغاز میکنیم. ببخشید. امیر کمیسر؟ الو سلیم. با کمیسر گلرو بگو که من به استانبول برگشتم. کارم تمام که شود به مرکز میآیم. فهمو کمیسرم. به استانبول آمده است. خبری خوب اومد. شیرین چتین رو شما آوردید؟ بله ما بیانات دادمتون لازم. فهمو تشکر. янга برای شیرین بیانات باید نویسیم. با من بیایید. رفته بیانات می نویسیم. اکا بیانات می نویسیم. به این طرف. مرحمت آقای میتحت برایتون قهوه آوردم. تشکر خانم جانان زحمت کشید. اشتهایتون. الو این مراتب آوازات خوب می آید. خبری خوب داری به فکرم. امیر به استانبول برگشت. خیلی خوب. پس در عملیات اشتراک می کند. پس در حال به مراسم جنازه تیاری ببینیم. الو همش تیار است. می توانی آغاز نمایی. تازگی صبح صادق سر می شود. نشانه همان است. آمادگی ها را در حال آغاز کن. با یکون کار بیرون از دوره خون کردن نمیتوانند. ما البته اون را دستگیر میکنیم. شما مطمئن باشید. باور کنید.
яшар ببخش اگر مجبور نمیشدم در این ساعت تو رو ناراحت نمیکردم. астағфируллоҳ. اپا من لیلا رو میپرسم. حالا هم خبری نیست. دیروز در درش نامه آویزان کردم تا حال ایستاده است. معلوم است که خانه نآمده است. اپا چی شده ایستاده است؟ والله من خبر ندارم. من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ مایلا شما نمیدونید. برادرش حتما میداند. شوهرتون رو فریاد کنید. یک صحبت کنیم همراهش. شوهرم در خانه نیست. نمیفهمم. به خدا نمیفهمم. مگر او رو فکر نمیکنید؟ این چگونه به اعتقادی است؟ دیروز زنگ زده بود. زنگ زده بود؟ چی گفت؟ وقتی صحبت علاقه کنده شد. شاید قوه تلفن تموم شد. همه خیل. اپا در کجا بوده است؟ یگان چی نگفت؟ با فکرم سرش در بلا است. در بلا؟ چه خیل بلا؟ به سر لیلا چی آمده باشد؟ نمیدونم. وقتی که به من زنگ زد کمک طلب کرد و بعد علاقه کنده شد. پس چرا به من خبر ندادید؟ به این هم در کجا بودنش رو نمیدونم. تو هم چیکار کرده میتوانی؟ آپا لیکن شما هم خنک شد. خنک نخوری. مهربانیت را چونم پزمان بودم. لیلا باور بکن تو را دوست می‌دارم. تنها اوله خوشبخت می‌خواهم. خواهش می‌کنم این را از من دریغ مدار. مراد را هم فکر بکن. فرزند ما هم یک جای بودن ما را می‌خواهد. بعدی چند سال بعدی اینقدر اذیت‌های کشیده اگر خوب نشود وعده میدهم که از حیاتت میبرایم. با پسرم قسم یاد میکنم که کاردارت نمیشوم. مایلش مدامه که یک باری دیگر سنجیدن میخواهی پس میسنجیم. راست میگویی؟ این امتیاز رو به من میدهی؟ میدیم لیکن امتیاز آخرام. راضی هستی آخرام؟ شد راضی هستم. وعده میدهم که پشیمان نمیشوی. کجا؟ حاضر می آیم دستم روش. فریده ینگا یاری دهید. با خود بیایید ینگا. فریده در بالا آمده. فریده چشم رو درو کشو فریده. ینگا خدا زودتر باشید. بردار بایسته احتیاط کن. شرف با فریده چی شد؟ نمیدونم پدر. اکا شما راید من میویم. ما آقای دکتر احوالش چه خیل است؟ جراحی دشوار گذشت. حالا خطر رفع نشده است. در حجره بیماران بستنی گرفته ایم. خدا شفا دهد. تشکر. شرکت اویله کارمکویی تعیین شده است. همشیره خانم احوال بیمار چگونه است؟ خواطر نباشید. فشارش کم شده است. کمی دیرتر به خود می آید. از شیرین خبری هست؟ از جراحی برآمد؟ با اتاق بیماری های وزنی گرفتند. باید که به خود آید و گپ زند. حقیقت رو تنها او می داند. با روزگی خدا آن هم می شود. دخترم اول تو باید خودت رو فکر کنی. خوب باید در پا ایستادن نداری. با خونه رویم. استراحت کن. احوالت رو خوب بکن. نمیروم. تو شیرین از جراحی نبراید. همه چیز رو به شرف نقل نکند به هیچ کجا نمیروم. دخترم ما تو رو باور میکنیم. کودک رو هم فکر بکن. راهت رو انتظار میباشند. از تیریزه راه رو نگاه دارند. رویت رو ببینند و شاده کنند. صبح بر وقت باز به اینجا میویم. رفتیم. نه پدر ینگم در خونه راحت بودن نمیتواند.
ман шуморо ба хона мебарам, 1-2 соат истироҳат бикунанд, кӯдакҳоро бубинанд. ман ба марказ ки оям боз гирифта меорам. خاطر نشو. من همینجا میمونم. مایلش. أنا همین قدر أنا همش تیار این تلفن فردا صبح 1 مراتب و آخرین مراتب صدا میدهد نفر بردارد وای بر حالش بودنش رو میدونید. با سخنهای خود شکر که اومدید. شرف در کجاست؟ در بیمارخانه بالای سر زن. بهتر شده است؟ نه. بده دخترم. کودک خوبان مگر؟ بله اونها رو خواب برد. دخترم این چه احوال است؟ یاشار کجاست؟ انتظار شده بود کمی پیشتر رفت. در حال زنگ بزن. با بیمارخانه نزد شرف برود. دادرش را تنها نگذارد. فهم آقای خیردین. فکر نکنید که موضوع محکم شده است. پگاه با هر سیاتان صحبت میکنم. پینار خانم هم چی که گفتنی باشد عرض کند. این رو بینیده من چرا برای پول یافتن اینقدر کوشش کرده شدم؟ به این هم سرچشمه پول به استانبول اومده است. حتی چون راهبر اکنون کاری باید بکنم که با او واخورم. تو گفته بودی که تا وقتی که من اینجا باشم در خانه نمیستی. چی شد؟ از گپت میگردی؟ بله، زیرا در این خانه مرا دوست می‌دارم و پزمان شدن. آنها عائله من هستند. مرا میخواهند و به همین خاطر میایستند. تو رو نمیخواهند اما تو میایستی. دوگانه تو خطا میکنی. من به خاطر شرف اینجا هستم. هرگز نمیروم. فهمیدی؟ بله دخترم آمدم. چجا دیگر نروید. من شما رو بسیار یاد کردم. شد.
چی شد؟ مادرم زنگ زدن. تنها بوده ای؟ اگه خوب شد که اومدی. دلگیر شدم. بیا نباشد رفته یک پیاله چای نوشیم. مالش رفتیم. مرحمت. احوالی زن چه خیلی است؟ یگان امید هست؟ امید دارم که زنده میموند. وگرنه چی؟ کنی بینم با من چی نقل میکند. شبهایی که از رسم پیدا شد چگونه رد میکند. شرف، حالا هم راست گفتن ینگم رو باور نمیکنی. برای اثبات کردن خود ادب پذیری رفت. برای آوردن زن را فکر بکن. اگر عیب میداشت این کار رو میکرد. اکا والله به چی باور کردنم رو نمیدونم. گفته آید حق است. اما چرا در مرکز پلیس شناس بودنش رو نگفت؟ چرا او رو حمایه کرد؟ من نمیفهمم. فریده دنبالی چی است؟ الله الله. با ما چی شده ایستاده است؟ تو چی دردی داری؟ لیلا یک بار غیب زد. از روزی برگشتن ینگم نیست. نزد ینگه‌اش رفته بودم. گفت که احوالش بد است. کمک طلب کرده است با تلفنش باز خاموش شده است. نمیدونم چیکار کنم. خدای خداوندو باز همه نمیرسیده. در این وقت شب چیکار میکنید؟ چرا خوب نیستید؟ خواب نکردم. تو با کجا حالا صبح ندمیده است؟ خبری آمد و دنبال همان میشوم. اوه پسرم، خدا نگهبان. ینگه رفتیم میرویم. دخترم تو با کجا؟ به بیمارخانه نزد شیرین میروم. پدر شما هم خستید؟ خوابم نبود. سری آدم که آرام نباشد خوابش نمیبره. بیایید ما میبراییم. در حق ما دعا کنید پدر.
میگویند که بعضا گریه قلب غمگین خداوند به کل امت رحم میکند. دختران دعاهای ما دائم با شما است. بخیر است پسرم. حقتون رو حلال کنید. پناهتون به خدا. پسرم این چی سخن است؟ مادر جان شما حقتون رو حلال بکنید. حلال بودو پسرم، حلال بودو. معلش پسرم، خدا نگهبانت باد. تشکر پدر جان. خانم این خیلی حیران نشو. همین خیلی رفتار بکنی بر سرت دائما فکرهای بد میگذرد. چی کار بکنم مادرم آخر به سر آدم هزارها فکر می آید. این خیلی باشه طهارت بکنم، 2 رکعت نماز بخوان، بعد اون دعا بکن. دعا بر انسان قوه میل به خیر میبخشد. کوشش میکنم. کوشش مکن خانم، عمل بکن. در دل انسان چی که باشد آن خود دعا است. حسی بدی درونت رو با دعا تغییر میدی. آن وقت درون بوده مکان دعای خیر رو میگیرد و دعای بد میگردد. خدا نگه دارد. درست میگویی، خدا نگاه دارد، اما ما هم درونمان رو با خیر پر بکنیم و با حسیات تازه برای فرزندمان دعا بکنیم. الله همه فرزندها را و فرزندان ما را نگه دارد. آمین آمین. امیر 2 روز است که من زنگت رو انتظارم. اکنون کمی تو انتظار بشو. سردار من همه رو آماده کردم. ماده ترکنده رو جا بجا کردم. شما که امر کردید کار تمام. چگونه آماده کردی؟ مثل دختر، اصولی نازکانه. ماده ترکنده رو به تلفن وصل کردم. من که زنگ زدم تگمچه بله پخش که شد، خودشان را چون پرنده در هوا میبینند. آدمی دور. خیلی خوب، موافق است. چی کار بکنیم؟ به تو گفتم که دخترم را به تو یار نمی کنم، اما گوش نکردی. گناه از سر من ساقط شد آقای امیر. خوب گفتند چشمی پرنده در دانه باشد پایش از دام خلاص نمی یابد. رفیقان، پیش از آغاز عملیات میخواستم به این رسم ها نظر بکنید. 16 ساله، نامش زرینه، از 12 سالگی مبتلای نشه شد، حاضر طبابت دارد. 15 ساله، نامش حسن، 6 تیر خالی کردند، جسدش را از حاجتخانه یافتند. 17 ساله، نامش سنا، برای مبلغی نشه مادرش را به قتل رسانده است. اگر ما این آدم ها را ایست نگوییم فردا هزارها علاوه می شوند. شاید حیاتی برادران و فرزندان ما سیاه می گردد. از شما یک خواهش دارم، این آدم ها را دستگیر نمایید، همه‌شان را به عدالت تسلیم بکنید. خدا نگهبانتان باشد.
برای کار. خدا جان او را در پناهت نگاه دار. خدایا او به خود آید. امیر 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 پسرم با اونجا ندارو